سخن نوبتی اطراف پول و ترانسفرها در فوتبال معاصر این است که حتی دایرکنی بازی‌های رفیقانه با اشتراک ستارگان هم پولی کلان می‌خواهد. مثلا یک زمان منتخب فوتبال سینگاپور بهره گذرانیدن بازی رفیقانه مقابل ارژانتین و بودن مسی در این بازی پول‌های هنگفت هم پرداخت کرد. اکنون باشد منتخبی که از قاره آفریقا می‌خواهد مقابل ارژانتین و مسی بازی نماید انگولا است که حتی آماده پرداخت $10 میلیون برای بازی رفیقانه مقابل ارژانتین با وجود مسی می باشد. خود بازی باید که روز 14 نوامبر در لواندا دایر شود. پرداخت $10 میلیون برای بودن مسی هم برای این کشور در حالی است که طبق آمارهای بانک جهانی قریب 32% مردم انگولا در حال فقر به سر میبرند. تصور کنید که اگر در این کشور این حالت را درک نکرده با وجود مشکلی مردم مسی را دعوت کردنی‌اند، پس خود مسی باید که سر به حال زندگی این مردم زند و بهان 10 میلیونی گفتگی و اگر فورد طریق خیر مجبوری نه و صمیمی هم در همان بازی میتواند که شرکت کند.